بودم در جاده مکتب خواندن، علم آموختن، حتی در زندگی، حتی در دولتداری بسیار کمک و دستگیری میکردن. وقتی پدر و مادر است به خدمتشان نمیرسیم، به قدرشان منزلتشان نمیرسیم. خیلی هم مادر هم پدر سلام میداریم خانه خودمون، میریم پیش کلم، نمیپرسیم که پدر جان چی خوردی امروز، احوالت چخیر، سلامتی چخیر، یا مادر جان یا دستش سیده کنیم یا پاش کنیم یا در پهلو شیدیم سخناش گوش کنیم. چون که حیات وای نیست آخه چونیم خدا هست کرده بار از راه اخیرت هم کسی گرفته نمیتواند. غنیمت پدر و مادر داشتن در زندگی هر کسی دارد دولتی بزرگ است. بسیاری ها میگن در جا کجا میروی؟ یک قبلگاه را خبر گیرم. قبلگاه کی را میگن؟ پدر را میگن. یعنی سانایی میگم که هر فردی، هر انسان مؤمن مسلمانی که عزت و احترام پدر و مادر خود را کند، خدمت پدر و مادر خود را کند، دائمی که پدر و مادر خود را گیرد، نه حج کعبه در کار، نه هیچی. قبلگاه میگیم قبله چی است؟ قبله همون کعبه است. قبله در خانه. بعد سری قدم مادرم در دنغره زندگی میکرد، اون خانه‌ای که ما تولد شد. این کتی همون حولی مون است. این پسری خوردیم است. گذشته مادرم در بالای کت شتگی است. زیارت کردم، کمی در پالو شدم. بعد دیدم که سفر دارم، سفر کار قطعی. چای نمی نوشید، خوراک نمی خورد. از اون طرف گردم و دعا دادم. من فکر میکنم همه مادران همین خصلت دارن. آنچه خصلتی که مادر من داشت. از خردی تربیت کردم. از خردی همه کارش را کمک میکردم. همه که در پالو شدم، خواهرچه‌ام خرسا بودن. کاری روزگارداری زندگی، چارواداری داشتیم، پرنده‌داری داشتیم. خانه با کمتر زمین بود، زراعت هم میکردیم، سبزیجات و کارتاشکا اینا میکردیم. 50 من در ناحیه سنگوار گفتم، ناحیه سنگوار بود ولی 50 دست یک جوانمرد برای نمیخه کار در جوشیدگی است. خیلی وای 50 وای داشت. همه کارش ده وای میکردم. بعضا مادرداری، پدرداری بسیار یک دولتی بزرگ است. اینا یافته نمیشود دیگر. خریدن نمیتوانی. همین خدمت کردم با بعضا شبها خواب نمیارد. اندیشه میکردم چرا این کارو نکردم که مادرم یک ماه دیگر زنده میماند. برای چی این کارو نکردم؟ باشه. لیکن مادر برای تربیت من بسیار خدمتی بزرگ کرد. آن سخنان مهربانانه ای که مادر به فرزند میگوید یگان کسی دیگر گفته نمیتواند. یگان فردی دیگر، نه زن، نه فرزند، نه پسر، نه نبیره، نه ابیره، یگان کس. اینقدر سخنان مهربانی، اینقدر مهربانی، اینقدر سخنانی میگوید هیچگاه نشنیدم. گاهش حزم میگم. بعدی سفر گشتم، اویلم دخترامم حزم‌آمیز گفتن که آتاجان نخوا که ما یگان مهربانی خوبی نکرده باشین شما. لیکن 100,000 مهربانی فرزند یک طرف است، از مادر دیگر. مادر
سینه رحم میگوییم یا که شیر سفید پاک یا یکی اذیتی کشیده است در وقت تولد یا که بیدار خواب یا که در سری گواره من در دای میگم چقدر خدمتی نکنیم از سرشان تیلاکی نریزیم همه خدمتی ما در 100 سال در نزد مادر با یک شب بیدار خواب یا که سری گواره برابر نمیشه. برادر کلانی ما فایز نام داشتند. اون زمانی که سالهای 50 تا 60 3 سال خدمت میکردند همگی 10-12 روز عروس را آورده فراوردند ما را عسکری بردند خدمت 12 روز عروس در تگ چادر شهبچه را بردند 3 سال خدمت کردند در لباف سرحدبانی بودند 3 سال خدمت کردند رخصتی نبودند نامدند وقتی که پیش از آمدن 3 روز میماند یک حوض داشتند در نزد داخل قسم حربی پیش از خوراک نصف روزی سربازان در آنجا آبازی میکردند آبازی میکنند سر میز در میآیند وقتی خوراکاری جایش خالی نیست امرا میپرسند کجا شد رامونو نیست خیلی دیگه حاضر میبیاد نیست نصف روزی تمام میشن نیست کجا شد میکنند جای وای نیست میروند تمام میجا رو میکند میبینند که بعد کسی میبینند لباساش در لبی هست خودش نیست بعدا ای غواص میارن میدراید در تگی آب جسدش مادر من دیگر 3 نفر بودن همراهش با درجه کم بیزاعت بودیم و که همون زمانا جسد را پدر و مادران حساب خودشان میآوردن کسی پول داشت اگر حادثه رو میداد رفته جسدی فرزندش می آورد با خراجات خودش کسی که نمی داشت در همونجا با خاک میسپرد یک 10 روز نگاه کردن بعدی 10 روز دیگر هیچ که پیدا نشد نه مبلغ کی میرود هیچ کس نرفت ابی 3 طرفی خشان از سنگتوده جماعت دیات سنگتوده اکاودادر یا کسی دیگر از شهر دوشنبه اونا با خاک سپردن با 3-4 مراتب زیارت رفتیم آنها برده نشان دادن بعض فکرها بود که گرفته آوردن در کار دیگر بعد این قدر سال دیگر فکرم که خوبش آزار دادن در کار نیست تقدیر نصیب همین بود است